موقع اسباب کشی دیگ پشت لباسشویی که مربوط به این سه تا پیچ میشه، این سه تا پیچ رو سر جاش ببندیم که زمان حمل لباسشویی آسیبی به برد لباسشویی وارد نشه. و موقع حمل لباسشویی اینم حواسمون باشه برای جلوگیری از نشتی آب لباسشویی 2 تا شیلنگ لباسشویی کامل داخل یه پلاستیک میبندیم. ما در سریع بار قبل از اینکه وسایلاتون رو بسته‌بندی کنیم کل وسایل رو یک بار گردگیری میکنیم. ما بعد از گردگیری وسایلتون به جای چسبکاری از تلفن استفاده میکنیم به خاطر اینکه لکه چسب رو وسایلتون نمونه. تازه این مراحلی که انجام دادیم همش قبل از بسته‌بندی بود. بسته‌بندی شما از همین الان شروع میشه. و وقتی صحبت از بسته‌بندی ایمن میشه در سریع بار منظورمون همچین بسته‌بندیه.